یکی در رابطه با ادب در خونه کسی رفتن و در زدن هست. یکی در رابطه با موبایل هست. فرقی نمی‌کنه. انسان وقتی در خونه کسی میره 3 بار حق داره که 3 تا زنگ بزنه یا 3 تا در بزنه. این آدابه. زنگ ها وقتی میزنید در خانه کسی یا در میزنید، انگشتتو میذارید یه تک زنگ میزنید، یه کمی مکس میکنید. احتمال داره که با زنگ اول جواب بشنوید، احتمال داره که جواب نشنوید. اجازه دارید زنگ دوم رو دوباره بزنید با کمی فاصله. اگه جواب دادن فبها، اگه ندادن زنگ سوم هم اجازه دارید، اما زنگ 4م دیگه اجازه ندارید. و اجازه ندارید دستتو اینطوری بذارید رو زنگ 5 دقیقه. این که بعد از زنگ اول یا دوم جواب تو دادن، کیه؟ خودتو بلا فاصله معرفی میکنید. من فلانی پسر فلانی، اسم و فامیلت میگید، السلام علیکم، با ادب، من فلانی هستم، فلانی خونه است، یا خود صاحب خانه میگی کیه، سلام میکنید، خودتو معرفی میکنید. 2 حالت داره: در رو باز میکنه تو رو میبینه، یا در رو باز نمیکنه. پس حالت اول یا جواب میده یا جواب نمیده. اگه جواب داد اون ادب رو رعایت بکنید. بعد از اینکه جواب سلامتو داد و شما خودتون رو معرفی کردید، میگه بفرمایید داخل. اگه گفت بفرمایید داخل، به اندازه نیازت حرفتو میزنید. وقتی میره داخل خانه، نگاه به در و پیکر خانه و وسایل مردم و آروم، نه اینکه پیش از صاحب خانه جلو بیفتید برید. هر جایی به تو گفت بنشین یا فلان جا برو، از این مسیر برو، چون خانه های مردم اسرار مردمه، حریم خصوصی افراده و این حریم باید حفظ بشه. این آداب خیلی قشنگه، خیلی زیباست. صحابه، منظورم از صحابه هر کسی پیامبر رو دیده، بهش ایمان آورده، در حیات بوده و با ایمان از دنیا رفته. خب خیلی هاشون آگاه نبودن، صحرانشین بودن، می آمدن خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم، می رفتن داخل برای نهار خوردن. غذا که می خوردن می نشستن، سر صحبت باز می کردن. پیامبر خسته می شد، روش هم نمی شد که به اونها بگه که حالا که خوردید برید بیرون. اذیت می شد، آنس می گرفتن همینطور سر صحبت 1 ساعت 2 ساعت. خداوند اینجا وارد شد، گفت اذا طعمتم فانتشروا، اگه طعام خوردید منتشر بشید، برید. ولا مستانسین لحدیث، سر صحبت باز نکنید که بشینید حالا 1 ساعت 2 ساعت. دوباره یک مسئله دیگه که در زمان پیامبر مشکل درست کرد برای پیامبرم روش نمیشد صلی الله علیه و سلم به اونها بگه طرف مشکل داره، کار داره، آمده 1 ساعت همون حرفو داره تکرار میکنه، وقتشو گرفته همون حرفو داره تکرار میکنه، میخواد کل زندگیشو بازگو بکنه. به جایی رسید که پیامبر به تنگ آمد صلی الله علیه و سلم. خداوند گفت که هر کسی، خداوند دخالت کرد، گفت هر کسی از این به بعد میخواد با پیامبر صحبت بکنه، بره 1 درهم صدقه بده، بعد بیا صحبت کنه. چون بعضی از عزیزان وقتی که کسی در رو باز میکنه و مجال میده، دیگه خودشون آداب و رعایت نمیکنن.
و این خیلی مشکل درست میشه. این تعامل و این آداب و تو تعاملمون تو زندگیمون اگر رعایت بکنیم همیشه برگ برنده دستته. زندگی انسان ها زیبا میشه. حالا بیایم تلفن. حالت دوم، ببخشید، در زدید جواب نداد تا ستا میرید. ابن عباس میرفت در خانه عمر رضی الله عنه در میزد، یک بار، دو بار، سه بار که بیرون بیاد یک حدیثی یک آیه تفسیر ازش یاد بگیره. یه بار سه بار در زد، رفت، در باز نشد، کسی جواب نداد. بعد امیرالمومنین عمر رضی الله عنه در آمد، دید که ابن عباس داره میره، گفت عبدالله کجا؟ گفت فکر کردم که داری استراحت میکنید. گفتم مزاحم نشم، یه وقتی دیگه بیام. حالا اگر جواب داد، اصلا چیزی که انتظار نداشتید جواب داد، حتی فهمید تو که هستید، معرفی کردید، آشنام هستید، بهت گفت که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خیلی ممنون، برو یه وقت دیگه بیا. آیا فکر میکنی به توهین کرده؟ الان نمیتونم ببینمت، برو یه وقت دیگه بیا. اگه خودمون باشیم فکر میکنیم به من توهین کرده. رفتم در خونهش در زدم، تو خونه هم بود، یا که جوابم نداد یا جواب داد برو بعد بیا. حالا اگر این همین جمله رو خدا گفته باشه چی میگی؟ میگه اگر سه بار در زدی جوابتون نداد، یا جواب داد گفت برو بر بگرد، اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا. خدا میگه اگه به شما گفته شد که بر بگردید، فارجعوا هو ازکی لکم، این برای شما بهتره. پس به من بر نخوره. اینا توهین نیست، اینا آدابه. یه وقتی که ادب بلد نیست، آداب بلد نیست، با یه نفر بهش بگه. مسئله بعدی، وقتی به گفت که برو بر بگرد، یا اصلا سه تا در زدی جواب نداد، بگو حتما یا مریضه، یا استراحت میکنه، یا معذوره، یا دستش بنده، یا حال و هواش خوب نیست، خواب استراحت داره میکنه، یا وقتی است که وقت خلوت خودشه، یا وقتی است که برای زن و بچهش گذاشته. اگر روز و شب هر کسی وقتش به دیگران بده، خب پس زن و بچه، پدر و مادر، اونا هم حقی دارن. اینا همه آدابه. حالا بیایم رو تلفن. تو تلفن هم بیشتر از 3 تا زنگ حق ندارید بزنید. 3 بار که زنگ خور قطعش کن. شماره تو افتاده، اون دوستت اگه میخواد جوابت بده جوابت میده، اگه این معذوریت هایی که گفتم نداشته باشه. یا اگر 3 بار زنگ زدی یه پیام مؤدبانه براش بفرست. برادرم سلام، هر وقتت آزاد شد اگه اجازه بدید تماس بگیرم. اینم حریم شخصی است. تو حق نداری تلفن یک نفر رو 1 ساعت مشغول کنید، 2 ساعت مشغول کنید، 100 تا زنگ بزنید پشت سر هم. بعد اگر نتونست جواب بده یا نخواست جواب بده که حق داره، بعد بیاد نفرین بنویسید، بد و بیراه بگید، پیام های تند بفرستید. این آداب هم رعایت بکنید. بعضی از عزیزان فکر میکنن که زنگ موبایلشون رو قرآن بذارن خیلی کار خوبیه، ثواب داره. اصلا ثواب نداره، گناه هم داره. زنگ موبایلشون
آیات قرآن گذاشته، تا زنگ زدید بلافاصله قرآن میخونه. خیلی اشتباس. بعضی موسیقی های تون میذارن، اون اشتباس، این یکی هم اشتباس. چرا اشتباس؟ چون خداوند گفته اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. اگر قرآن تلاوت شد پیش تو، گوش بده و ساکت باش. خب حالا تو زنگ زدید، 3 بار زنگ زدید، آیه داره میخونه، طرف گوشی رو برداشت، تق چه کلام خدا رو قطع میکنه. یعنی من وقتی دست میذارم تو زنگ موبایل تو قرآنه، تا دست گذاشتم چه رو زنگ قرآن رو قطع میکنم، کلام خدا رو قطع میکنم، با تو که بنده خدا دارم صحبت میکنم. یه زنگ معمولی خودش. اناشید بذار، مسئله ای نیست، ولی کلام خدا قطع کردنش، خداوند میگه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون. بعضی طلاب میبینیم همین کار میکنن. یک تذکر دیگه، عزیزانی که میان موقع نماز، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اول صف اول رو کامل بکنید، اقل صف 2 نفره به بالا، و صف نماز از پشت امام شروع میشه. حتما پشت سر امام 2 نفر 3 نفری که طلبه بودن یا عالمن بیستن که یه وقت امام وضو میگیره میره بیرون. اون کسی که پشت سر امامه عالمه میره جلو، سوره میخونه، میره رکوع، ادامه میده از همونجا. این یک مسئله. وقتی قدم میای عقب، یه صف تشکیل میشه. بعضی از عزیزان میرسن که امام تو رکوع است،